آیسان اسلامی چی داره به مردم پیش بدن؟ فردا 1 کیلو میفرستم بره تو دوروبر نظام آباد طبقه اول یه خونه 100 متری برای شما پیدا بکنه. تو اون خونه هستین، من مادام العمر اجاره اون خونه رو من میدم، شما فقط توی زندگی بکنید. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم پیش بدن؟ اگه اون اتفاق بیفته بچه‌های من دیگه حتی صدای باباشون هم نشنون. 5 میلیارد بوده جمع کردن، 350 میلیون مونده. 50 رو خودم میام تا امشب میبرنش انفرادی، صبح میخوام اعلام بکنم. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم پیش بدن؟ شاید خودم هموطنای من، همزبونای من خودشون گرفتارن. خودم یارو میگفت آره بعداً میتونی برای آفریقا مدرسه بزنی. کسخلم من برم آفریقا مدرسه بزنم؟ میرم تو سیستان و بلوچستان، میرم زاهدان، میرم خاش. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم پیش بدن؟ آره داداش، هر کسی با خداست، هر کسی ورزش میکنه، هر